درود دوستان، 29 نوامبر فردا دو ورزشکار تاجیک برای کمربند محاربه خواهند کرد. پیش از این من به شما نتیجه بوکسچیان تاجیک رو میگویم که یک هفته پیش در لیگ RCC بوکسینگ پروموشن بوکس کرده بودند و نتیجه آنها انیس چیلاєв 12-0 در دور اول مسابقه با نکاوت غلبه رو بر ریلوان لول با رکورد 20-4 به دست آورد. انیس چیلاєv رو تبریک میکنیم. در فکر کنم که در یکم دقیقه همین مسابقه او رقیب خود رو نکاوت کرد. انیس چیلاєv خیلی تجربه خوب دارد و ما باوری داریم که او قهرمان میشود. دوم محاربه، دوم بوکسی تاجیکان رقابت شهرت سلامتوف بر ضد لذیذبک فتویف از ازبکستان مساوی شد، چون که بوکسچی‌ها یک خیل بوکس کردند و من فکر کردم، من دیدم اینترویو را بوکسچی تاجیک گفت که من برتری داشتم در این محاربه و دوران ناعادلانه این رو مساوی کردن. نمیدونم، من خیلی این سپورت است، این بوکس است و فکر کنم که در آینده شاید بوکسچی‌ها با بخورند و ببینیم که کی از آنها پرقدرتر است. به هر حال شهرت سلامتوف رو تبریک کنید، چون که او 6-0 6 برد دارد، یگان باخت ندارد، یک تا مساوی. سوم بوکسچی تاجیک یارانعلی کاربایف با قراری داوران از ایلیا ایوانوف شکست خورد. این بوکس است، این ورزش است، این سپورت است، برای همین در پسی و بلندی دارد. ما به هر حال ورزشکاران تاجیک رو دعا میکنیم که اونها همیشه موفق باشند و دست بالا باشند. و فردا دوستان، فردا ما رو دو جنگ برای کمربند انتظار است. شروع میکنیم از بیژن خوجالیف در لیگ نایزه در الماتا فردا بر ضد ورزشکار قزاق برای کمربند لیگ نایزه محاربه میکند. دوستان، بیژن خوجالیف رو دعا کنید که او دست بالا شود و صاحب کمربند شود. اگر بیژن خوجالیف صاحب کمربند لیگ نایزه شود، این یکمین تاجیک است که در لیگ نایزه در تاریخ MMA لیگ نایزه صاحب کمربند می شود. برای همین دعا کنید که بیژن خوجالیف فردا دست بالا شود و کمربند لیگ نایزه رو به تاجیکستان بیارد. و فردا 29 نوامبر باز یک بوکسچی تاجیک محمد یعقوبوف در امریکا در بوکسی اساسی بر ضد کریستیان کروز محاربه میکند و ما امیدواریم که محمد یعقوبوف دست بالا می شود. محمد یعقوبوف باید با جسی مگدالنا ورزش بوکس میکرد فردا. متاسفانه جسی مگدالنا زخم برداشت و از محاربه دست کشید و او را کریستیان کروز با رکورد 24 برد، 7 باخت، 1 مساوی از برزیلیا عوض کرد. ما امیدواریم که محمد یعقوبوف دست بالا می شود و صاحب کمربند می شود. دوستان، بیژن خوجالی و محمد یعقوبوف رو دستگیری کنید، دعا کنید که فردا اونا دست بالا شوند. یکیش در امریکا، دیگرش در قزاقستان و این اونها پرچم تاجیکستان رو میبردارن. این برای تاجیکستان خیلی مهم است و ان شاء الله باور داریم که اونا دست بالا میشوند. دوستان، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. من حتما نتیجه این مسابقه ها رو به شما یا شب یا که روز یک شنبه صبح میرسونم. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یارو یاورتان باد.